خانواده به عنوان ابتدایی ترین فضای اجتماعی که در آن الگوهای ذهنی، زبان و هنجارهای اجتماعی تا حدودی درونی می شود، تأثیر بسیار مهمی در شکلگیری هویت و شخصیت افراد دارد. نحوه روابط والدین و فرزند، سطح اطلاعات و آگاهی، باورها، پذیرش، درک و حمایت‌های عاطفی، مالی و اجتماعی از سوی والدین برای کسب یک هویت جنسی اجتماعی و زندگی موفق‌تر لازم و ضروری است. همه این بچه‌ها آنچه از پدر و مادرشون میتونن بخوان حمایت پدر و مادر هست، داشتن پدر و مادر هست با هویت خودشون. پدر و مادری که این بچه رو به همون شکلی که هست، یعنی به عنوان یک همجنسگرا قبول داشته باشه و مسئولیت پدرانگی مادرانگیشو برای این بچه ها انجام بده. بچه ها وقتی در یک خانواده به دنیا میان، در تمام جوامع بشری این خانواده مسئولیت داره این بچه رو سالم بزرگ بکنه و کمک بکنه که به عنوان یک شهروند سالم و موفق وارد اجتماع بشه. این مسئولیت خانواده است، مسئولیت پدر و مادر. اگر خانواده ما در جامعه‌ای که ما زندگی می‌کردیم خیلی چیزا رو آگاهی داشتن و می‌دونستن و که این باعث می‌شد ما خیلی راحت‌تر آشکارسازی کنیم، خب خیلی چیزا تغییر می‌کرد. اگر احیانا مذهب به ما دیکته می‌کنه که کسی که همجنسگرا هست آدم بدی هست، ما بر اساس آگاهی اینکه گرایش جنسی چیزی نیست که یک بچه انتخاب بکنه و بچه با این گرایش جنسی به دنیا میاد، میتونیم به این خانواده بگیم سوال بکنیم از مذهب که بدی این گرایش جنسی چیه و اگر نتونست به ما جواب بده ما قبول نکنیم اونو. به عنوان خانواده علم خودمون رو نسبت به گرایش جنسی، هویت جنسیتی، حقوق شهروندی زیادتر بکنیم. اینطور میشه کوچیکش کرد. آگاهی به حقوق فردی، حقوق اجتماعی، حقوق شهروندی، قوانین، گرایش جنسی، هویت جنسیتی و نقش پدر و مادر در مقابل فرزند. من وقتی که دلم میگیره زنگ میزنم به مادرم. خب چون طرد نشدم، آدم عادیم. اگر من لزبیان بودم مادرمم اصلا قبول نمی کرد، فقط من بودم و من. آیا جامعه برای یک دختر و پسری که با هم ازدواج میکنن و طبیعتاً بچه دار میشن آموزش پدرانگی و مادرانگی هم میده یا نمیده؟ حالا بعد میرسیم به این که اگر این پدر و مادر آگاهی داشته باشن از این که بچه‌ای که در این خانواده به دنیا میاد چه تغذیه‌ای باید بشه از نظر عاطفی که تبدیل به یک شهروند خوب بشه، میگیم که این خانواده یکی از چیزهایی که خوبه بدونه اینه که یک بچه فقط برای راضی کردن این پدر و مادر به دنیا نیامده. دوره کودکی نوجوانی تنها پشتوانه و تکیه‌گام خانواده ها بودن. وقتی حمایتی نشدیم، وقتی اونا اطلاع نداشتن که متوجه بشن از رفتار متفاوت ما به عنوان یه بزرگتر و حتی بعد از اینکه ما خودمون متوجه شدیم نتونستیم از اونا کمک بخوایم به خاطر بی‌آگاهیشون، میدونستیم با خطر حتی ممکنه مواجه بشیم. یعنی اگر من به عنوان یک مادر بتونم بچه‌مو درک کنم، خب اگر از جامعه‌ام طرد بشه، ولی وقتی که من با آغوش باز بپذیرمش، وقتی تمام عشقمو نثارش کنم، هیچ مشکلی پیش نمیاد.
ازدواج و روابط دو همجنس به نظر من هیچ تفاوتی در کنه وجود با ازدواج و روابط دو غیر همجنس نداره. شاید در ظاهر بر مبنای الگوهای نرمال تعریف شده جوامع کنونی نباشه. ما نمیتونیم بگیم که قطعا یه همچین چیزیه که یه رابطه همجنسگرایانه ناپایدارتر از یه رابطه غیر همجنسگرایانه است. به خاطر اینکه به نظر ما آدما وقتی که عادت میکنیم به یه چیز و این قضیه خیلی زمانش و عمرش طولانی تر میشه، خب این قضیه جا افتاده تر میشه. خانواده متشکلی که به صورت یک هسته اداره میشه داره ارزش‌هاشو از دست میده و همون کسانی که دغدغه‌مند هستن برای از دست ندادن خانواده هسته‌ای این بحث خانواده همجنسگرا و عدم پایداری اونو مطرح میکنن. بس اصلا اینجا بحث سر خانواده همجنسگرا نیست، دو همجنس. بحث سر اینه که خانواده هسته‌ای کلاً در حال فروپاشیه. گفتم که توی کشوری هستیم که آبرو واسمون مهمه. گاهی اوقات دوست نداریم طلاق بگیریم چون پدره نمیپذیره، برادر 1001 برای تو بازی در میاره، تو نمیتونی طلاق بگیری، میسوزی و میسازی. جدایی و طلاق بین دو همجنس در قیاس با دو غیر همجنس کمتر هستش یا بیشتر؟ واقعیت امر اینه که هیچ آمار، هیچ الگو و هیچ دلیلی بر این که کدوم بیشتر هستش نداریم. نتایج تحقیقات انجام شده تا کنون جهتگیری‌های مثبت و منفی نسبت به والد بودن گی، لزبیان و ترنس دارند. طیفی از نتایج ایجاد محیطی خطرناک و سردرگمی جنسی برای کودک را بیان می‌کنند، در حالی که طیفی از ایجاد یک بستر مناسب برای کودک سخن می‌رانند. دلایل گسترده تر و انسانی تر و خارج از فضای زندگی پدر و مادری هست که باعث میشه همچنان مسئولیت پدر و مادری به جای خودش بمونه. حالا اگر این خانواده بخواد آگاهی داشته باشه، یکی از اون چیزهایی که باید بدونه که به جامعه همجنسگرا مربوط میشه اینه که آدم‌ها با گرایش‌های جنسی متفاوت به دنیا میان. آدم‌ها که با گرایش‌های جنسی متفاوت به دنیا میان حقوق شهروندیشون برابره. حقوق شهروندیشون متفاوت نیست به خاطر اینکه گرایش جنسیشون متفاوته. با هویت‌های جنسی متفاوتی به دنیا میان ولی همچنان حقوق شهروندیشون یکی هست. وقتی که حرف از حق و حقوق میشه برای روابط همجنسگرایانه و این حق و حقوق برای ما گذاشته میشه و رابطه تعریف میشه و ما وارد یه رابطه میشیم و خانواده تشکیل میشه توی چارچوب قوانینی که قرار گذاشته بشه برای ما، خب قطعاً بچه هم میتونه حضور داشته باشه و مشکلی هم نیست. در غرب این امکان هستش چون الگوهای تربیتی بچه الگوهایی هستش که روابط انسانها رو به صورت انسانی تر تعریف میکنه و naqsh افراد رو در تربیت بچه ذاتی نمیبینه. Ben eşcinsel çiftlerle heteroseksüel çiftlerin çocuk yetiştirme konusunda çok farkının olacağını zannetmiyorum. Hatta eşcinseller topluma karşı daha sorumluluk hissedeceği için aile konusunda çocuklarını çok daha iyi yetiştireceklerine inanıyorum. Zaten araştırmalarda eşcinsel çiftlerin çocukları heteroseksüel çiftlerden çok daha iyi yetiştirdiklerine dair veriler var. خوبه. میدونین انگار که قوام یک زندگیه، انگار که پایداری یک زندگیه. میخوان این زندگی پایدارتر بشه
و این بچه حال داره پایدارش میکنه. یه پدر یه مادر حتما نباید باشه که فقط افرادی که صلاحیت بزرگ کردن این بچه رو داشته باشن بتونن بهش آموزش کنن، بدن و تربیتش. حالا میخواد ترنسجندر باشه، میخواد دوتا گی باشن، میخواد دوتا لزبیان. بستگی به این داره تو جامعه ای که دارن زندگی میکنن محیط اجتماعی چه انتظاراتی از اون بچه داشته باشه، چه الگوهای ذهنی رو به اون بچه بده. روانشناسی بشه، باش صحبت بشه، چند تا کتاب از همون بچگی بهش بدن بخونه و آگاهیش بالا بره. خب قطعا یعنی همه چیز رو بدونه در سطح فکری خودش، اون چیزایی که باید بهش آموزش بدن قطعا هیچ مشکلی به وجود نمیاد. همچنین در روند رشد این کودکان در دوران نوجوانی و بزرگسالی نیز تفاوتی با کودکانی با سرپرست دگر جنسگرا به طور معنادار وجود ندارد. جایی اگر برسم و همچین فرزندی داشته باشم واقعا میپذیرمش، یعنی تمام احساسات عشقمو بهش میدم که هیچ موقع لطمه نخوره، هیچ موقع. حمایت‌های پدرانه فقط نسبت بهش خواهم داشت و مطمئناً سعی نخواهم کرد که الگوهای ذهنیشو تغییر بدم. حداقل فشارهای اجتماعی که بهش وارد میشه کمتر بشه و خودم سعی میکردم یه سرچی تو اینترنت بکنم بتونم آشنا بشم با این قضیه تا ببینم چه کمکی میتونم به بچه‌م بکنم، چه باری رو میتونم از دوشش بردارم.